тарабхонаи бурак бо дуруди сипос маззаписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо хизматрасонии олидараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. ما یک اکتوری جوان رو به برنامه دعوت کردیم. خیلی با مهارت است واقعا. وقتی که او نقش آفرین میکند من کیف میکنم. میدونید آنقدر با مهارت است در میدان فیلم برداری که در یک ثانیه میتواند ابرازش رو تغییر بدهد، ایما و اشاره هایش رو تغییر بدهد، حسیاتش رو تغییر بدهد. ولی در زندگی یک جوانی بسیار شرمگین و خاکسار است. یک جوانی هست که حتی لابلای من حالا قبل از برنامه میگوید که میترسم. میگم از چی میترسم؟ میگوید از سوال و جواب شما. آخر من اژدها نیستم. من اژدها نیستم که مهمانی برنامه رو بگیرم فرو ببرم. فقط سوال پیشنهاد میکنم. اگر مهمانی من بخواهد جواب میدهد، نخواهد جواب نمیدهد. به هر صورت حالا من جاوید رو معرفی میکنم. هنرمندی جوان جاویدان مهمانی برنامه ما است. سلام علیکم، خوش آمدید. و علیکم سلام اکای ارزو، تشکر برای دعوت و سلام علیکم با کلی شخصانی که حضور ما رو نگاه دارند. حالا همین عین زمان پیش از شروع برنامه گفتید که یک ترس دارید، هراس دارید، یک عقده دارید. چرا؟ زیادتر از سوال شما میترسم و من اگر در زندگی گویم در زندگی زیادتر از آن میترسم که خدا نکنه اون کسی خفه کنم. باری چنین شده است که در زندگی کسی را شما رنجانده باشید؟ بله. کی را؟ فکر میکنم که در زندگی هر یک آدم این خیلی میشود که کسی رو میرنجاند و بعدا پشیمان میشود. بیاید کاری شما با هر یک آدم چی؟ شما بگوید که کی رو رنجاندید؟ شما گفتید بله، کی رو رنجاندید؟ خیلی زیاد نمیخوام در این موضوع گپ زنم ولی همین چیزا رو یک گوشه‌اش رو میگویم. یک نافهمی بین پدر و مادرم بود و از سببی که اونها نافهمی داشتن ما با مادرم یک جنجال کردیم و همون جنجال فکر میکنم که همون وقت خیلی همون تاثیر وزبینش رو به من رسونده بود. گفتم خدا جان یک بار دیگه هم خیلی مناسبتی من با مادرم خوب شود دیگر هیچ وقت من با مادرم بحث نمیکنم. توبه کردم و که میاد به خونه میاد من سخت در آغوش میگیرم و عذرخواهی کردید؟ بله بله عذرخواهی کردیم. این یک نافهمی دو طرفه بود، سه طرفه هم بود، پدر و مادر و من، یعنی که من در عائله یک فرزند یک بچه. موضوع بحث در خصوصی چی بود؟ در خصوصی پول، مال. مناسبت. مال یعنی چی؟ یعنی پدر و مادرم این مشکلی های خودشون بود. اونها اصلا جدایی؟ بله بله. از چند سالگی شما شاهد این کارها شدید؟ از 23 سالگی. در 23 سالگی شما اونها از هم جدا شدند؟ بله 23 24 سالگی. اما شما بگویید که با پدر ماندید یا با مادر بعد بر هم خوردن ازدواجشون؟ با مادر. پدر رفت؟ بله. زن گرفت؟ مادر چی؟ مادر کار میکند؟ در کجا؟ کار میکند. در بیمارخانه کار میکند. طبیب است؟ بله طبیب. پدر چی کار میکرد؟ پدر آموزگار بودن. بیاید بهترش به کارهای جدی میگذاریم. من میبینم که سبک شدم اکا. در کارهای جدی خوبش. فقط بعد یک پارچه نوار از بازی های خیلی جالبی جاویدان توجه کنید. مچینی انجیره که خامه مکنی احمر بدنامه. اصلا میبایست که پیرو مادر یا پدر شوید یا دکتر یا آموزگار، اما به اینجا در رفتید. چرا؟
یعنی وقتی که من تنها میموندم سرود گوش میکردم و فیلم تماشا میکردم و یعنی چیزی مینوشتم، چیزی تصویر میکردم. همین هنر، همین ایجادیات زیادتر فکر میکنم که کمک میکرد. برای همین زیاد محبت داشتم، برای اینکه که تنها میموندم هنر بودم. کمک از چی میکرد؟ یگان دردی داشته شما؟ نگاه کنید. یگان غصه بود در دل شما؟ بله، در زندگی غصه بود، بعضی نفهمی پدر و مادر بود، بعضی چیزایی بود که همون چیزا در دل جمع شد و تصمیم گرفتم صنفی هفتم میخوندم. یعنی در همون ایام ماجراهای میان والدین شما بود؟ بله بود. از من میخوام همون محبت به صنعت رو تمام کنم. یعنی پیش از آن که صنف هفتم میخوندم مکتب نمیرفتم، یعنی هم محبت بود و وقتی که تصمیم گرفتم تا تصمیم گرفتن چندین بارها پدر و مادر میگفتن که این کاری که تو انتخاب کرده هیچ وقت در کار نیست به تو باید که به دیگر راه روی. یعنی که تماما نمیخواستم. بعد صنف هفت من جستجو کردن رو سر کردم، یافتم با یک شخص مصلحت داد که به تئاتر جوانان رفت نزد استاد بردی مینگبویف. این یک قصه کلان دیگر است. خلاص رفته اون شخص استاد مرا خوب قبول کردن. بعدی که تصمیم گرفتم دیگر پدر و مادر با من کار نگرفتن. یعنی فهمیدن که این الکی تصمیم عمیق گرفته است، چیزی میشود توکلش به خدا. صدی راه نشدن. بله. چی رو میخواسته تغییر بدهید با همون ذهنی کودکانه خود؟ در خردی من هیچ نمیفهمیدم برای چی پدر و مادرم بحث میکنن، جنگ میکنن، برای یک چیزی جنجال میکنن. فقط یک چیز در یادم بود که چی جنجالی داشتن، چی نفهمی داشتن و این چیز کودک بودم و حس میکردم که یعنی همون زیقی را احساس میکردم. من وقتی که حاضر زیق میشوی یعنی میفهمی که زیقی چیست، زیق شدن چیست، سببش چیست. رحمت اون وقت سببش رو نمیفهمید. چرا نمیفهمیدید؟ میفهمیدید ماجرای والدین؟ چیزی میشد. یعنی ما در کوچه بازی میکنیم، میدویم، خرسندی میکنیم، یعنی میخواستیم در خونه موقع خرسندی و بای باشد. یعنی نمیفهمیدم برای چی زیق میشدم. فکر میکنید روزگاری شما میتواند داستان یک فیلمی خیلی جالب شود؟ بله. یک چند مدتی بود که آنها در پیش نظر من بعضا وقت می آیند و در خوابم بعضا وقت این حالت ها در خوابم هم می آیند. اینها رو می خواهم که تصویر کنم، یعنی که بنویسم و خدا کند که یگان روز این تصویرهایی که بله این تصویرهایی که از زندگی خودم است مزه کرده یعنی ثبت کنیم. یک پره از بازی های جالب جاویدان را باز تماشا میکنیم، بعد صحبت را ادامه میدیم. گفتید چیزی رو خواب میبینید از روزگار خودتان در خوابتان میدارید. چی در خوابتان بیشتر میدارید؟ یک دختر داشتم بیمار بود. بعضا وقت با من تنها میموند. من بچه کلانی که بودم خواهرام من نگاه میکردم. یعنی شما در عائله چند نفرید؟ شما گفتید که یگانه فرزندید؟ من پسر شدم. یگانه پسرید شما؟ بله. چند دختر است؟ 3 دختر، 3 خواهر. و باز یک برادر دیگر داشتید؟ داشتم بله. دادرم بیمار بودن، گذشته شدن. خدا رحمت کند. خیلی من خورد بودم اون وقت، صنف یکم دوم میرفتم. بعداً خورد بودم، اونقدر
محبت نداشتم، یعنی که همین عقل بود که باید نگاه کنی، یعنی جنبونی گوهرش گهواره رو جنبونی، از خواهر رو جنبونی، احتیاط کنی. و بعد که کلانتر که شدم، بعد فهمیدید که محبت چیست؟ گذشتنم بله بعد یاد کردم. چرا درگذشت برادر کوچک شما؟ چی شد با او؟ راستی بیماری استافیلوکوک داشتم و از بس که خرد که بودن نمیدونستم چی بیماری بود و وقتی که گذشته شدن راستی بعد همه لحظه ها رو من دیدگی بودم، همون قدرتی نکردم که از مادر یا که از پدر پرسم که چی شد، چی خیلی شد. با بیمارخانه نبردند؟ بردم، در بیمارخانه گذاشت. خدا رحمت کنه. آن برادرتون رو در خواب میبینید؟ همون لحظه هایی که همون لحظه های کودکی را. شما خیلی جوان زیبا هستید. رحمت. زیباییتان شما را قناعتمند میسازد یا میخواهید که دیگر خیلی باشد سیمای شما؟ نختمم ریاپا بگم چی میگوی؟ کویاردم. بله راضی هستی؟ بله 100%. هزاران بار شکر خداوند، چیزی که به من خداوند داده است. البته که راضی هستم کرد. من در چندین میوزیک ویدیوهای سراینده ها جاویدان رو دعوت کردم، آمد نقش آفرید. من جمله در یکی از میوزیک ویدیوهای سراینده محبوب و شناخته ما محمد رفیع کرامت الله نقش خیلی جالب را آفرید. نقش جوانی های هنرمند مردمی تاجیکستان قربانی صابر را آفرید جاویدان. دلم را ماتم را هرگز نمیخواهم، تا بر کجاست بگو بیگانگی. مشق رو سر کردید؟ بله، فکر میکنم که هر یک هنرمند باید به خود خیلی اهمیت دهد. چند مدت شد که به ورزش سر و کار دارید؟ راستی از خورده یعنی هوس هم داشتم به ورزش، با سبب بعضی همین مشکلی های زندگی نمیتوانستم مشغول شوم به ورزش. یعنی خود از خود می دویدم و بعضی مشق‌های بودن که با رفیقا میکردیم. حاضر باشد شکر خدا 1-2 ماه می شود که ورزش میکنم و شما در 2 ماه به همین خیلی نتیجه رسیدید؟ بله. براو براو. یعنی از روی تکنولوژیا کار میکنی، رژیم هست. با وقت ساعتش خوردن در کار، با وقت ساعتش خواب کردن در کار. مربی دارید؟ نه. این برنامه رو از کجا دسترس کردید؟ از اینترنت. از اینترنت. توسط آن مستقلانه کار میکنید؟ بله بله. در خانه مشق میکنید؟ نه. تالار میروید؟ بله. تالار ورزشی؟ چند ساعت مشق میکنید در یک روز که در 2 ماه به چنین نتیجه رسیدید؟ در یک روز پس به ورزشگاه میروم. در یک روز 2 ساعت مشق میکنم. 2 ساعت. بله. و چی میخورید و چی نمیخورید؟ بعضی ویدیوها رو میبینی و بعضی چیزایی هست که تماشا میکنیم، یعنی اونجا گفتگی هست که خدا که این چیزا ممکن نیست. بله. بهار نام سراینده نوقدم و جوان میوزیک ویدیو خود را ثبت کرد. در آن میوزیک ویدیو جاویدان نقش اساسی را بازید. آنچنان لاغر و نیمجان بود که اگر میکردی میپرید. جوان خیلی لاغر، تقریبا 40-42 کیلو و هنرپیشه جوان از تئاتر پدیده خانم تاتیانا با حلیک سر کتف در یک لحظه در میدان فیلم برداری جاویدان را از پا افتاند. شیشته در و پره در تگی بده داره، بسته راهی مره جور دنیا مگذره. یک لحظه بسیار عجیب شدم اونجا وقتی که شما گفتید که تاتیانا شما از اون طرف میاید و جاویدان از این طرف و تاتیانا شما هم خیلی نگاه کرده، جاویدان هم خیلی یعنی نمیخواهید که این دختر رو ضرر رساند. و 1-2 بار تمرین کردیم
ва бори дуюм буд ё ин ки сеюм буд вай ҳамин хел омад ва ман ҳам рафтам ва вай фикр кард ки ман меистам ва ҳам хел омада бинӣ ба бинӣ қариб лав ба лав мо мерасидем. татьяна бисёр ҳамбозии хуб буд. پیشروی سیل سنگاو خانه مایه همه جو کپی این دلی دیوانه مای ایام باکی شرشره یک کف ندادی مرا پاره کردی کوزره جور دنیا مگذره. آفرین با تاتیانا. و چگونه بود در پنجه تاتیانا افتادنی شما؟ یادتان هست؟ бале яъне واقعا پرقوت بود اون دختر. талхакаф накунем ин бинандаҳои шуморо. он чизе ки дидан ин ҳамаш сценарияи акаи орзу будам, яъне бояд ки он духтар маро чунин мепартофт ва унҷо мо техникаи актёриро истифода бурда ҳамин хел хушрӯ як чанд бор тамрин карда ва ӯ маро хел зебо оварда, яъне лингои ҳаво омада ба замин ғалтидем. در میوزیک ویدیوی فرهناز شرفова نیز دیدم از پا میافتید. بوده همین خیلی صحنه؟ بله بله بله. نقشی معلم رو آموزگار رو آفریدید اینجا؟ بله. هر یک غلطیدن یعنی مشت زدن همه این техникаи актёрӣ ҳаст ва ҳамаи инҳоро мо мактабашро гузаштагӣ ҳастем. мактабашро дар куҷо гузаштед? шумо донишкадаи ҳунарҳоро хатм кардед? ҳунарҳои зебои русияро. дар русия таҳсил кардед? дар куҷои русия? дар Челябинск. агар ман ҳамин мактабро намегузаштам фикр мекунам ҳеҷ вақт ман бо ин мавзӯъҳо бо ин чизҳо рӯбарӯ намешудам, яъне ки ин чизҳоро намефаҳмидам. раҳмат омадам ва якчанд вақт дар хона будам ва ман якчандта смсҳо омад ки шуморо мекобад Муҳаммадрабӣ Исмоил. пешниҳод барои бозӣ дар филм? бале. кадом филми Муҳаммадрабӣ? охирин сайди саёд. охирин сайди саёд. агар тикаҳояш бошад барои ман бифиристед. ин филм дар YouTube ҳаст? не нест. мешавад тикаҳояшро барои ман бифиристед? бале бале, дархост мекунем, хоҳиш мекунем. бисёр хуб кор кардем бо акаи Муҳаммадрабӣ. филм дар бешаи Палангон сабт шуд? бале, дар бешаи Палангон. нақш ба шумо писанд омад? бале, бениҳоят. انا و کالا کلش از خانه من می باشد. به تو 1 ساعت وقت. درباره کار کردن حرف زدی، درباره زنگ گرفتن چیزی نگفتید؟ درباره زنگ گرفتن زنگ گرفتید؟ راستی در این موضوع تماما صحبت کردن نمیخواهم. البته که مخلصانتون به دنبال کوچکترین جزئیات حیات شما میروند و میخواهند بدانند که جاوید آیا زن دارد ندارد، چه حال و هوا دارد، چه زندگی دارد، مجرد است مجرد نیست. این سوال ها به میان میآیند و تا جای من شنیدم شما یک بار ازدواج کردید و جدا شدید و فکر من رو شما میتوانید انکار کنید یا تصدیق کنید. چون که ما نمیخواهیم بیننده خود رو فریب بدهیم. اگر شما زن داشته باشید و بگویید که زن ندارم یا اینکه زن نداشته باشید و بگویید که زن دارم، من نمیخواهم بیننده رو فریب بدهیم. نه، تماما نمیخوام یکون چی گفتم. باشد. حالا چی؟ حالا لااقل بگویید که مجردید یا مجرد نیستید. زندگی شکر خدا زندگی خوب دارم. زن دارید یا ندارید؟ به ورزشگاه میروم. همین خلاص گپ، زن دارید یا ندارید؟ نفهمیدم. نه بگویید کات میکنیم، اگر لازم نشود قیچی میزنیم میپرتیم. خودت میگویی.
چی؟ من نفهمیدم باز شما چی گفتید، چی میش کردید؟ میش رو دوست ندارم. میخوام که آزاد حرف بزنیم، از حنجره چیزی که در بطینم از بیرون براریم. نمیتونم اکا. زن دارید یا ندارید؟ نمیتونم هیچی گفته. باری شما خونه من اومدید یا نمیدونم با شما در کجای نشستیم گفتید که یک دختر ارمنی تبار هست، یک کم مناسبت های خوب و عاشقانه دارید با اون دختر ارمنی تبار، عشق و حال دارید. بله گفته بودم. چی شد عشق و حال با دختر ارمنی تبار؟ این خیلی کوتاه بود. بسیار وقتی خوبم بود با اون کس. از بس که من چند اون کس دور بودند از من و نقشه های من زیاد بودند و بسیار نقشه هایی بودند که من باید اونها رو انجام میدادم و اینجا آرزوها بودند و اینجا نقشه های یعنی آینده من میدونستم که اگر از قفای او روم همه این آرزو همه این چیزهای من یعنی میمونم. به هر صورت حالا از آنکه سکوت کردید و به سوال من جواب ندادید در مسئله مجرد بودن یا نبودنتان، من خیال میکنم و حدس میزنم، تخمین میکنم که شما مجرد نیستید، پنهانی زن دارید. برای چی من پنهانی زن داشته باشم؟ اگر پنهانی نباشد پس برای چی نمیتوانید بگویید که بله من زن دارم و زنم رو دوست میدارم؟ چرا نمیتوانید این حرف رو بگویید؟ اگر نداشته باشید چرا نمیگویید که من زن ندارم دختر رو؟ نه کامیک. من نمیدونم چی اسرار، چی توطئه در زندگی شما هست که اون رو میخواهم اینجا آشکار بکنیم. شلپرم کردی اکا. جاوید، هر وقتی که آماده باشید برای مطرح کردن این مسئله من آماده ام. هر وقتی که در خودتون جسارت پیدا کردید، مردانگی پیدا کردید که در لابلای دوربین نواربرداری برنامه ناگفته ها بگویید که آره من عاشقم با فلان بسمدان، من آماده ام که این لحظه رو فیلم برداری کنم و پیشکش بیننده ها بگردانم. الان که جرأت ندارید من هم دست میکشم از پرسپرس زیادتی. فکر میکنم اکا شما هم بعضی چیزهایی هست که نمیخواین که مجرد بودن یا نبودن این یک سوال مقرری است که از این سوال من هیچ وقت سر نپیچیدم و با این سوال فکر میکنم خیلی ها آشکار پاسخ میدهند. کسی که مجرد است در برنامه خیر من نمیدونم اگر شما 2 زن داشته باشید یا 3 زن داشته باشید مثل رئیسان 2 زنه و 3 زنه، آدمان منصبداری 2 زنه و 3 زنه، بترسید که از آشکار شدن اسرار منصب رو از دست میدهند، من این رو میفهمم. اما درباره حتی یک نفری هم نمیخواهید حرف بزنید که آیا شما ازدواج کردید با اون نفر یا نکردید. در این باره حتی نمیخواهید حرف بزنید. حالا شاهد یک حادثه شدیم. یک گربه از شاخه درخت سنجابی را با چنگال و دندانهایش بازداشت کرد و رفت. خیلی صحنه فاجعه انگیز بود. شخصا برای من کمی غمگین شدم برای اون سنجابه که زیبا که با چنگال گربه افتاد. اما از دوستان ما یک کس اون طرف رفت، نمیدونم نجات دادند ندادند، نتوانست. اشاره میکند به من که نجات داده نتوانست سنجابک رو. صد افسوس. جاوید، این حادثه به شما تاثیر نکرد؟ تاثیر کرد؟ نمیخواهید که دیگر کنجکاوی بکنم؟ در یک برنامه درباره همه چیز گپ زده فکر میکنم که نمیشه. در برنامه آینده با بعضی چیزهایی هست که بعضی چیزها یعنی چی؟ درباره زندگی شخصی، آها، درباره وعده میدهید؟ بله البته. یعنی این سوال رو میخواهید در برنامه بعدی من پیشکش کنم، سوالی که شما
مجردید یا مجرد نیستید، زن دارید یا ندارید؟ این سوال رو در برنامه بعدی پیشکش و میکنم. دیگر سوال‌هایی که من می‌خواستم این و دیگر سوال ها بله. آماده در برنامه بعدی بله. پیشکش کنیم. البته. برنامه بعدی هفته آینده پیشکش می شود. کاش که همون بشک برای می‌جمع برد. کاش که همون گربه شما رو میگرفت و میبرد، اما من از اون گربه هیچ کمی ندارم. بیایید راجع به نقشه ها و کارهای جدیتون میپرسیم، بعد برنامه رو به انجام میرسونیم. حاضر در مؤسسه دولتی توجیک فیلم فعالیت میکنم به حیث یاور کارگردان و با فروشگاه قالین‌های فارس همکاری دارم با اونها. یعنی همون فروشگاه رو به نوار میگیریم و فروشگاه چی؟ قالین‌های فارس. فروشگاه قالین های فارس. اونجا شما به حیث نوار بردار. مگر کاری هنری طلبات مالی شما را قانع نمی سازد که در یک طرف دیگر شما منبع درآمد جستجو میکنید؟ وضعیت تقریبا همه هنرمندان همین است. از میدان هنر آنها درآمد خوبی هیچ وقت به دست نمیارند، موزیک خوبی نمیگیرند. این رو همگان میدانند. بله. شما هم به همین خاطر رو آوردید با قالین های فارس؟ اونها راستی یک کمتر خشتباری دارن، قالین های فارس، و من این تکنیک بناورگیری رو برای بعضی کارهای ایجادی خود گرفتم و من فهمیدم درآمدتان از میدان هنر زیاد است؟ شکر خوب است. چقدر است؟ مثلا در یک ماه چقدر مبلغ شما به دست میارید از میدان هنر؟ فکر میکنم این چیزها بسیار نازکند و راضی هستید از درآمدی که به دست بله میارید؟ راضیم، شکر. من شنیدم که باز شما به حیث رسام و هیکل‌تراش نیز کار میکنید. کار میکردم. حالا چی؟ حالا نمیکنم. هیکل‌تراشی میکنید؟ بله. یعنی حاضر این کار رو مستقلانه بعضا وقت میکنم. آخرین کاری که ما کردیم در طرفخانه بورک بود. اونجا در دیوار یک درخت تصویر کردیم و حکاکی کرده نه؟ بله، یعنی یک جویا کردیم. اون کاری است که یک کس فکر میکنم نمیکند. کاری دست جمعانه. دست جمعانه است. بله. اگر به شما امکان بدهند که هیکل کسی رو بتراشید، هیکل کی رو میتراشید؟ آخرین سوال من، با همین برنامه رو جنبش میکنیم. هیکل شما من اون رو میخرم اگر شما هیکل ما رو بتراشید و این رو بدونید که الکی خریدارش هست. تمام. سپاس جاوید جان، بسیار خوش آمده جاویدان. شما هنرمندی خیلی خوب هستید و میدونید که در دل من یک جای خاصی هست برای شما و هنر شما. این رو خوب میدونید. در آخر تشکر برای بیننده های اکای ارزو و چخیلی که اکای ارزو میگوید، چخیل میگوین اکا؟ من کیف کردم. ما کیف کردم. خدا حافظ. و حتما بسیار خرسند میشویم که همون چخیلی که اکای ارزو میگوید همون لایک های شما رو بینیم و یکم فکرهای خوب نویسید. رحمت. حتما بنویسید زیر این نوار اندیشه های خود را راجع به جاویدان، هنر جاویدان، حرف جاویدان، جواب های جاویدان. من منتظرم. تا برنامه های دیگر خداحافظی میکنیم. موفق باشید. اول گفتم که شانس رحمت اکای ارزو که به این برنامه تون ما رو دعوت کردید. ببخشید. رحمت اکای ارزو که ما رو به این برنامه تون دعوت کردید و دومش چی گفته بودم؟ نمیدونم، هر چی که میخواهید بگویید. من سلام گفته بودم. سلام با بیننده های شبکه یوتیوبی اکای ارزو و
ташаккури зиёд ака ки моро ба ин барномаатон даъват кардед. سپاس. جاویدان نمیداند که من اصلا این گونه کارها رو نمیپذیرم. در آخر برنامه جاویدان خواست که سلام اول رو تکرارا دوباره بگیریم و این رو تنظیم کرده در اول برنامه بگذاریم. اما من چنین نخواهم کرد. بگذار در آخر برنامه نیز یک بار دیگر سلام بگویم. این رو همین طور میمونیم. ака аниқ ҳайкалта тасвир به هر صورت من نگفته نتوانستم. بگذار تکرارا سلام بدهد. باز هم در آخر برنامه این سلام است به آخر. بگذار سلام های ما саломат бошед. بر دوام و به آخر بماند. خیر. раҳмат хайр маҷақом мабро вардиме ки ака